اشکال ارتباط رجال الجن با انسان ها بفهمیم. چه قسمی ارتباط میگیرن با همراه انسان ها؟ شکل اولش تربیت جادوگرا هست که اینا بعضی جادوگرا رو تربیت میکنن. شکل دومش فریب دادن جاهلا هست، مثل همین پریزن رو تراواریم جاهلا رو. شکل سومش به شکل پریزن یا به شکل بزرگ جنها و این گپا پیش از شخص میاین حاضر میشن. یک جادوگر این شکل اولش چه قسم بود؟ به شکل تربیت جادوگرا. یک جادوگر گفت که توبه کرده بود، از پیش پرسان کردن که تو چه قسم جادوگر شدی؟ گفت مرا یک کسی یک ورقه که داد که بگی قصیده است، چلکاف. فهمیدین؟ در قریه ها زیادی رواج است به نام چلکاف میگن. یک روز در جیب یک کس بر من آورده بودم چلکافه که خواندم، نوشته است که الله لا یکفیک انا اکفیک. این نفر گفتم تو نمیخوانی؟ گفت ها میخوانم که قصیده من پخته کنم. گفتم تو میفهمی معناشه؟ گفت نه، مرا گفتن چلکاف است، میره برده یک زیرخانه خوانده برو. گفتم میخوام که الله لا یکفیک، الله بر تو کفایت نمیکنه، انا اکفیک، من کلان جنها بر تو کفایت میکنم. حال تو که بری اینجا در زیرخانه بخوانی 40 دفعه که الله لا یکفیک الله لا یکفیک، تو 40 دفعه کلمه کفر گفتی کافر شدی. فهمیدی؟ یعنی همین قصیده خوانی که میکنن چلکاف تو را میگن. و بسیاری کسا رو ببینی که چی هستن؟ کافر میشن. باز پیش از یاد جنها باز همون نفر جادوگر بود، گفت من رفتم در یک زیرخانه و این میاره خوانده رفتم بالاخره جنها آمدن برای من گفتن تو چی میخوای؟ میگم من بهشون گفتم که ما والا دیگه چیز نمیخوایم، من میخوایم که ما کمک کنین جادو رو یاد بگیرم. چرا جادو رو یاد بگیرم؟ من میخوایم پیسه دار شم. کلا گپ سر چی است؟ پیسه. میگو برای ما گفت که ما مفت کس رو پیسه نمیتیم. هیچ کس برای کس مفت پیسه نمیتونه. ما کسات کمک میکنیم که پیسه دار شوی به شرط ازی که گپای ما را قبول بکنی. میگم من براش گفتم که صحیح است. گفتی گپ اول مایی است که آیا قرآن زیر لغت مال میکنی، توهین میکنی؟ میگم من گفتم که پیسه دار میشم. میکنم بر قرآن اینجا زیر پای در کثافات پرد. شرط اولش میگه من گپ کردم. دوم شرط چی است؟ گفت شرط دوم چی است که روزانه خوب چپن کلان میپوشی، خوب خدا در تسبیح کلان هزاردانه‌ای میگیری، در صف متقیان میباشی. مردم فکر میکنن چقدر با تقوا هست. 12 بجه شب که شد برای 1 ساعت برای ابلیس سجده میکنی. دیوالای اتاق خون پر میکنی چون ابلیس خون خوش داره و چیز در میتی، یعنی سپند و بربو این گپا را در میتی که ابلیس دود خوش داره. بت پرستا اکثرا پیش بت خود چی را چالان میکنن؟ آتش پرستا بود که دود شیطان خوش میشه. عبادت شیطان که خون و که دود و که آتش میشه. گفت که باز برای میری سجده میکنی برای کی؟ به نام ابلیس. نامش ابو مره هست. یک کتاب از این پشت بلخشتی فروخته میشه به نام تمتم هندی. تمتم هندی باز همین گپا را کلش باز بیان میکنه. تاویزایش که سعی کنید عکس شیطان کشیده باز سر سینه‌اش رو کرده به حق ابو مره ابلیس، یعنی به حق ابلیس. دیگه باز تو این قسم تاویزا را میکنی. گفتم قبول کردم. گفتم صحیح کارام میکنم. کار سوم شرط مایی است که هر کسی که از مراجعین پیش تو میاد تا کور کافر و مشرک نساختی الهش نتی، باز ما تو را تعقیب میکنیم. میگه گفت صحیح است، یعنی 3 کار اگر کردی باز ما 2 نفر بر تو تعیین میکنیم. 2 تا شیطانه. این 2 تا شیطان که است تحت تو میباشه. وظیفه از یا چی است؟ که تو وقتی که تعویض میتی و جادوگری میکنی این 2 تا شیطان که تو همکاری میکنه. مثلا یک کس آمد شب مثلا خودت چی کار کردی؟ من نمیفهم. 1 هفته پیش چی کار کردی؟ من نمیفهم. اما 4 کس میفهمه. اول کسی که از انسانها که تو بوده میفهمه تو همون کار کردی. دوم کسی که میفهمه ملائکی که تو از او میفهمه. سوم کاری که تو کردی شیطانی که کتر انسان از او میفهمه.
و چهارم کسی که میفهمه خالق متعال است. پس اینا رو تو یک هفته پیش یک کار کردی، من نمیفهمم. این جادوگر چطور میفهمه؟ به خاطر که جادوگر دوتا شیطان کتش است. این دوتا شیطان که شیطان تو که به نام قرینت است کت از او تماس میگیره. اینال تو که مجرد پیش جادوگر بری، جادوگر برات میگه گپ نزن. من میگم نامت چیست، من میگم نام پدرت چیست، من میگم شب در خانه‌تان چی گپ بود، من میگم که دین شب در خانه‌تان چی گپ بود، یک هفته پیش در خانه‌تان چی گپ بود. اینال انسانی که رجال الغیب و رجال الجن نمیفهمه، میگه اوه چقدر فهمیده است، یعنی از خانه ما از یک ماه پیش ما خبر داره. در حالی که قرین از او برای کی میگه؟ برای شیطان خبر میده و شیطان برای از جادوگر میگه که این یک ماه پیش در خانه از یک بود. چون قرین خود تو است 24 سال تو رو وسوسه میکنه. پس او برای میگه که ولی این یک هفته پیش در کجا بود؟ در سر درس شیشته بودی، یادت میاد که در سر درس شیشته بودی خوابت برده بود؟ تو میگی والا چه وقت اونه؟ باز میگه والا من خواب زدم، استاد خود فکرش نبود. این جادوگر چطور فهمیده؟ این جادوگر خود میفهمه که شیطانی را للو للو گفته. اینا در جریان درسی خواب بردیم بگه باز اینا چند تا دروغ که یار از طریق شیطان گرفت، این زن یا این مرد که پیش از جادوگر آمده به این یقین میشه که این جادوگر عالم غیب است. پس این صفت علم غیب برای کی میته؟ برای جادوگر میته. باز اینا هر چی که جادوگر گفت او قبول میکنه. اینه میگه په اول است که این مراجعین جادوگرها و فالبینا کافر میشن. یکی از اسبابی که جادوگرها کافر میشن ادعای علم غیب است و یکی از اسبابی که مراجعینشان کافر میشن چی است؟ پذیرفتن علم جادوگر به صفت عالم غیب، صفت علم غیب الله را به فالبین میده. از این خاطر فالبین برش میگه یک هفته با سر توی گپ میشه، یک ماه با سر توی گپ میشه. اگر ایمان نداشته باشه برش میگه تو از چی فهمیدی که یک هفته با سر میگپ میشه؟ یعنی در کتاب ما صاحب رمل انداخته میشه، این کتابت است غیب گپ میزنه. نه سبی کسی که کتاب نوشته کرده مؤلف کتاب فکر سعی کنی یک جادوگر است. مؤلف کتاب سعی کنی تمتمی هندی، مؤلفش یک گندوس، یک سک است. مؤلف بسیاری کتابای تعویضات سعی کنی که یک بدعتکار و یک مشرک و یک منافق است، یک گندو هست. آلود کتابی گپ گفته. پس اگر برای خود ازی ندادی و مو کتابی که تو عقیده کردی که تفسیر دست ازی هست، این چی شد؟ اون صاحب کتاب یا مؤلف کتاب عالم الغیب قرار دادی و کفر است. پس اینال چند قسم مردم ادعای علم اینال یا رجال الغیب یا رجال الجن چی میکنن؟ احیانا جادوگرها رو تربیه میکنن، احیانا جاهلا را فریب میدن، میاد مقابلش استاد میشه و برش وسوسه میکنه که تو خوب آدم هستی و تو بخون. چرا این جن سر یک آدم عالم نمیشینه؟ میره از بغل کو یک لوده را پیدا میکنه بخیز. بازی سر میگه صاحب سر یک کس آمد مرا گفت بخیز. باز من سر کل کردم، باز 10 سال نان نمیخوردم و باز من این میکردم و من ترک دنیا کردم میکردم. خب چرا یک عالمی کارا نمیکنه؟ به خاطر از اینکه شیطان سر عالمی که عقیده را میفهمه تاثیر کرده نمیتونه. پس میره یک آدم جاهل که از این بیخبر است رو باز میخواد، بازو میخواد که مسائل اینا بهترین عالم شده مثلا ما خبر آمده چطور آمد. و گاهی هم شکل سومش به شکل پریزن و به شکل پادشاه جنها پیش از اینه. باز در قریه ها شما شنیدین این نام فلان جای پریزن است، تعویض میده. این در حقیقت زنه چی بازی داده؟ اونم جنها شیطان ها بازی دادش، این وسیله جور کرده برای کافر ساختن مردم.